سلام و درود رفقا، حالتون چطوره؟ به چنل خودتون خوش اومدید. آقا اگه دیروز یادتون باشه یه ویدیو گذاشته بودیم که یه پلیسی که روی گردن یه بچه سال افغان انقدر فشار داده بود گردنش انگار راهی بیمارستان شده بوده، جای تاسف بود واقعا. بعد یه خبری ما اومدیم بهتون گفتم حتما ویدیو بعدی رو برید ببینید که میشه این ویدیو. میخوایم رفتارهای غیر انسانی دیگه مردم رو بذاریم، چه مامورات چه مردم عادی. البته نمیگم این ویدیو جدیده که الان بعضیا بیان بگن شما دارید جنگ راه میندازید، شما دارید تفرقه راه میندازید، اصلا همچین چیزی نیست. فقط میخوایم بریم ببینید رفتارها رو ببینیم، حالا نظرمون رو داخل ویدیو هم حتما بهتون میگیم. حرف زیاده نمیزنیم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. بیا به سمت من سریع، شما برپا همه یک ضرب بیشی کلاغ بره تونته، کلاغ بره تته بدو سریع. اینا زندانی‌ان؟ اینا داخل ایرانن، حالا نمیدونم دارن دیپورتشون میکنن، قبلش دارن اذیتشون میکنن. آره زندانی نیستن. نه زندانی نیستن اصلا، فکر نکن، چون اونجایی که دارم میبینم یه ساک از پایین پاشه، میبینی ساکا رو میبینی پایین پاشونه، ولی چرا دارن این حرکت رو میزنن واقعا نمیفهمم. خب حالا دستا رو همه اینجوری کنن، بیاین پایین، احترام بگذارید. نه نشین گوساله، همینجوری زانو اینجوری بیا پایین، احترام بگذارید. دوباره صاف شید، احترام بگذارید. عقده‌ای؟ عقده‌ای نیست، حیوونه. این آدم عقده‌ای اینجوری نیستش، این حیوونه، انسان نیست. چه کارایی داره یادشون میده؟ واقعا نمیفهمم، اعصابم خورد کرد. همون اولش اعصابم خورد کرد. همه خمشن، احترام، همه احترام. من آدم خوبی هستم یا نه؟ نه خوب هستی. خوبم؟ منو دوست داری همشری؟ فقط به سن و سال این شخص نگاه کن، سن باباشو داره این حرکت حیوانی رو داره انجام. مریضه این واقعا مریضه بچه‌ها، واقعا یه نوع مریضی سادیسمیه، واقعا اصلا مریض به حساب دروغ میاد. نگیر. من بچه خوبی ام، اذیتت که نمی‌کنم. آفرین. من بچه خوبی ام همشری؟ راضی هستی از من؟ منو دوست داری؟ دروغ نگیا. خودش داره فیلم میگیره، خودش هم داره این حرکت، من داره تهدیدم میکنه، به زورم میکنه که من آدم خوبیم. ترسیدن دیگه. خب اونجا تو اون لحظه فکر کن، تو اون پایگاهی که اصلا تو اون کلانتری چیه کجایی که نگرشون داشتن، بعد بیا این حرکت رو بدن دست یه شخص این حرکت رو بزنه، چه انتظاری از بقیه‌شون داری؟ چه انتظاری داری مادر؟ کار حیوانیه دیگه. خودش هم فیلم نگرفته که مشخص بشه چه غلطی داره میکنه. فکر کردم مثلا خیلی کار شاخی داره انجام میده. وای عجب حیوانیه این. میفهمی میگه ایران اومدی چیکار؟ یعنی اصلا من سر در نمیارم، واقعا من اعصابم خورد میشه. بچه‌ها واقعا نمیدونیم چی بگیم سر اصلا این. برای نون در آوردن، برای اون پولی که داری میبری، آخه اون حلاله؟ خیر سارت تو ماموری؟ مسلمونی اصلا اینو بگو. نگاه کن، اینا مامورای شهرداری هن دیگه. اینا دقیقا مامورای شهرداریه. کارای وحشیای سگ ولگرد. نگاه کن، بچه ساله دیگه. با زنای خود ایرانی هم همینجوری برخورد میکنن. آره دیگه، تو اون زمانی که چیز شده بود، اعتراضات بود، همین حرکت ها رو میزدن دیگه. واقعا وحشی. به اسم سیستم دولتی همچین غلطایی دارن میکنن. سگای دولتی. هیچ کس هم هیچی نمیتونه بگه. از اون مدل هستن که یه تیکه گوشتی استخونی چیزی بندازن جلوشون، فقط میپرن به جلوش، فقط چیز کن، بگو این حرکت رو بزن، میدوه واسه، میپرن به جون اینو. این چقدر بی‌ناموس بود.
بچه هم بود. که پیسه ندارید. باورت نمیشه من اینا رو دارم اولین باریه دارم میبینم. من اعصابم به خدا مغز من نمیکشه دیگه سر این ویدیو. نداری؟ تو؟ نداری؟ نداری؟ تو بیا جلو عوضی بیا یه جلو اینقدر بی وجدان و بی ناموسن که تصویر خودشون رو نشون نمیدن. میبینی این حرصمو میگیره که کثافتکاری که دارن چه میکنن. چه افتخاری میکنن که این ویدیوها رو میگیرن. البته شنیده بودم که بیمار زیاده میزنن. منم شنیده بودم ولی اینجوریشو دیگه ندیده بودم. وحشیه. با چی زد؟ یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک محکم یک دو سه دو محکم دو محکم یک دو سه یک دو سه به خدا آره دیوونه و روانی هن. اینا حساب خودشون هم بعد گوشا مسلمونیم. فهمیدی؟ الکی میان ادعای خدا پیغمبری هم میکنن میگن ما از همه بیشتر خیلی اصلا اینا مسلمونا باید بخوره تو سرش. از این حیوونا خیلی ها میان داخل کامنت بار من میذارن خیلی شدیدن واسه من. همین ایرانیای خودمون که میان میگن طرفداری میکنیم فلان بیساره از شیکم سیری همینا همین کارایی که میکنه همینایی که به من پیغام میدنه. حالا دستا بالا محکم بزن تو سجره محکم یه بار بزن همه تو با هم بگم ما دیگر به ایران نمیاییم. آره زندانی نیست. بشی پاشه گرفتنشون دیپورتشون با این حرکت رو میزن. بشی بزن تو سرت بشی پای بزن تو سرت. دارن میخندن به خدا عقده‌ای و مریضن. اصلا مریضن خدا شاده مریضن. اصلا نمیدونم واقعا چجوری عقلشون اصلا. بشی پایین یکم آب بیارم. آب میخوری؟ بشی پایین آب بیارم. بشی پایین واقعا اصلا درکشون نمیکنم خدا شده. من درک خیلی حیوانن بعضیا واقعا حیوانن. یعنی این حرکت رو ببین یعنی من خدا شده هر موقع این حرکت رو ببینم اصلا فرقی برام نمیکنه ایرانی باشه افغانی باشه میزنمش رحم بهش نمیکنم میزنم. این حرکت رو ببینم میزنمش. بس افغانی بودن نیست بس انسانیته که همچی حرکتی رو دارن میزنن. چجوری اصلا روتون میشه همچی حرکتی رو بزنی؟ وجدانتون کن. من درک نمیکنم واقعا. اصلا میگم بعضی وقتا میمونیم تو بعضی ویدیو چی بگیم هی میخوام بیام فوشه رو بدم نمیتونم. میگم اصلا نمیشه بی احترامی میشه همه میان به خودشون میگیرن ولی نمیدونم واقعا. بچه امیدوارم حالا خوشتون اومده باشه. میگم اینم یه ویدیو دیگه بود خود چه خوشی یعنی اصلا میگم اعصاب خردکنی بود بیشتر. باز نظراتون دونه دونه تو کامنت ها برام بنویسید مخصوصا اونایی که فکر میکنن افغانا باید سری برن بیرون. خب اونا قشنگ به من پیغام بدن من یه صحبت اساسی باهاشون دارم که اصلا جلوی خودم این سری نمیخوام بگیرم. مثلا کلا میگم بیخیال یوتیوب و اینا قشنگ یه صحبت دوستانه میخوام باهاشون بکنم. دمتون گرم بچه‌ها امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. مثلا میشه خیلی عشقی تا ویدیو بعدی فعلا.